سلام به تمام عزیزانی که دوتا ویدیو قبلی رو دیدن. توی دوتا ویدیو قبلی من هیچ صحبتی نداشتم در مورد نوع ضربات، فقط یه تایمی کوتاهی پایین بعضی از کلیپ‌های ویدیو نوشتم. همون دوتا فیلم رو میخوام دوباره توضیح بدم ولی با کلام و امیدوارم تو ساده ترین روش بتونم هنرهای رزمی یا ضرب پا زدن هنر رزمی آموزش بدم. اولین ضربه‌ای که داشتیم دوران داخل بود. این استپایی که میبینید اینجا گذاشتم فقط محض این که بدونید پا به چه شکلی حرکت میکنه و دو، بعضی از دوستان کشاله پشت پاشون یا آشیل پشت پا ضعیفه. این کار باعث میشه اون کشاله آروم آروم کش بیاد و به حدی که میخواد برسه. میتونید ارتفاع این استپا رو کم بکنید از مقداری که پا بالا میاد انجام بشه تا به حدی که میخواید برسه. یک، کامل دوران پا استپ به دو حالت هم و باریک میتونید استفاده بکنید. ابتدا از قسمت باریکش استفاده میکنید، پای مقدار راه افتاد کشاله کش اومد از زاویه هم استفاده میکنید. دوران داخل به خارج کامل. یک. دو، توی زدن ضربات دورانی یا هر ضربه پایی که استفاده میکنید، استقرار پای ستون خیلی برای ما مهمه. به هیچ عنوان پا روی پنجه نیاد. این امکان داره شما زمین بخورید یا اینکه وقتی ضربه میزنید کف پا زمینه زانو کامل بشکنه. اینا اشتباهه. سعی کنید دو تا پا کاملا صاف، به هیچ عنوان زانوها خم نشه. این تا اینجا. یک. دو، توی ضربه دوم فرانت که زده میشد، این هم همون حالتو داره. کف پا باید رو زمین باشه، زانو کاملا تقریبا صاف. یک، پا با جمع میشه. دو، ضربه زده میشه. سه، جمع میشه. چهار، میاد سر جاش. این ضربه با قسمت گل پا زده میشه، توی شکم و توی صورت زده میشه. حالت قبلی هم که گفته بودم برای آموزش ابتدایی، دراز میکشید، پا جمع میشه، باز میشه، دوباره جمع، دوباره باز. این جمع باز شدن پا باید انجام بشه. پا حالت کشویی انجام میشه. هیچ زمانی پا رو از زیر نمیارید بالا. این اشتباهه. پا کاملا جمع، باز، جمع، رو به عقب. ضربه توی شکم زده میشه، توی صورت هم زده میشه. توی بالا یا توی صورت اگه بخوایم بزنید بیشتر برای گرفتن عکس استفاده میشه. خیلی راحت پا رو زاویه 180 میارید بالا، دوباره جمع، باز، جمع، سر جاش. امیدوارم این تیکه کلیپ بتونه کمکتون بکنه برای آموزش ساده هنرهای رزمی. مرسی.